خب به پادکست سوم میرسیم. 2 قسمت تعریف کردیم از خلبان مرادی. بحث خرمشهر هم گفتیم. به هر حال از زمان عملیات خرمشهر تا بحث داستانی که ما به اسم ایران گیت میشناسیم که اگر فرصتی شد کل داستان ایران گیت رو هم دوستتون تعریف میکنم. احتمالاً چند سالی طول میکشه. حتما تو این چند سال مرادی عملیات خوبی انجام داده، هیچ جا ثبت نشده هواپیمایی از دست داده باشه یا صدمه خورده باشه. بنابراین به خلبانی رتبه 1 تبدیل شده بوده. من از آقای دانشی میخوندم، میگفتش که با خودم فکر میکردم مرادی با این رویه‌ای که پیش میره حتما یکی از فرماندهان آتی نیرو هوایی میشه و من باید سعی کنم بهش نزدیک بشم، باهاش دوستیمو ادامه بدم تا وقتی که اون فرمانده مثلا نیرو هوایی ارتش شد، خب منم بشم معاونش به عنوان دوست صمیمیش. خب من همیشه اینو میپروروندم توی ذهنم که و واسه همین همیشه هم کمک میکردم، هر جا جلسه‌ای بود ازش تعریف میکردم، هر جا مانور مهمی بود، عملیات مهمی بود، اونو میسپردیم که بره انجام بده، چون میدونستیم نتیجهش اینه که به هر حال درجه‌ای میگیره، مدالی میگیره. خیلی کمکش میکردم که این پله های ترقی رو بالا بره. خود آقای دانشی میگه من کمک میکردم تا پله های ترقی رو بالا بره، میبافتم واسش این پله ها رو. زمان ایران گیت که میشه، به هر حال داستان اینه که مختصرا بگم، قرار میشه یک سری اسلحه کشور آمریکا به ایران بده. متنوع هم بوده این اسلحه، از سلاح‌های کوچیک بزرگ اینا. مهمترین چیزی که به ایران میرسه، یک سری به نیرو هوایی میرسه، یک سری خب مسلما قطعات هواپیما بوده و یک سری موشک فینیکس. موشک فینیکس یکی از پیشرفته ترین یا ممکنه بشه گفت پیشرفته ترین موشک هوا به هوای اون زمان دنیا بوده. به این صورت بوده که اگر شلیک می شده توسط F-14، فقط هم با F-14 شلیک می شده. این موشک اگر رو هواپیمای قفل می شده 100% هواپیما رو انقدر تعقیب می کرده، توی کوه، توی بیابون، هر چقدر هواپیما این ور اون ور می رفت هواپیما دشمن، این خودش رو به اون می رسونده و هواپیما سرنگون می شده. خب این تکنولوژی هم خیلی به درد ایران مسلما میخورده و میخوره، هم شوروی خیلی به دنبال این تکنولوژی بوده، خیلی تکنولوژی به روزی بوده. به حال قرار میشه این اسلحه ها به ایران بیاد. به نظر میرسه، اینم من بازم خوندم ولی موثق نیست، به نظر میرسه که در مورد موشک‌های فینیکس اینا به ایران میگن که آقا شما هواپیماهای F-14 تا دونه دونه یا دو تا بیار، احتمالاً فرودگاه اینجرلیک ما این فینیکس ها رو میبندیم بهش، شما چون بلد نیستید ببندینش، این تخصصی داره، آدمای ما هم که ایران نمیان، پس شما بیاین اونجا ببندید. خب مسلما ایران میگرده چند خلبان خوب واسه F-14 ها پیدا میکنه، خوشنام، مورد اطمینان، مطمئن و قابل اطمینان. خب این صفت ها همشون برمیگرده به آقای خلبان مرادی. خلبان مرادی جزو خلبان هایی هستش که انتخاب میشه واسه اینکه F-14 ها رو ببره اینجرلیک ترکیه، فینیکس ببندن و برگردن فرودگاه یا تهران یا فرودگاه اصفهان. انگار چند تا فرودگاه هم اضافه شده بوده زمان جنگ واسه F-14 ها. چندین پرواز انجام میده، میره میاد دیگه پاشم اونجا توی هتل‌های ترکیه باز میشه و به نظر میاد که اونجا جناب مرادی در تله نیروهای اطلاعاتی عراق میفته. به هر حال اون دنبال هم F-14 بودن، هم فینیکس، و الان خلبانی داشتن که این هواپیما رو راهبری میکرده و واسش اهمیت داشته. بنابراین احتمالاً اونجا رو تو تور امنیتی میذارن، تو تور اطلاعاتی میذارن.
مدتی میگذره، این هواپیما میان ایران و کم کم شروع میشن عملیاتی شدن و ضربه های بسیار سنگینی میزنن به هواپیماهای عراقی. عراق مجبور میشه در حین جنگ چندین بار هواپیما خریداری کنه، یه بار بعد از عملیات H3، یه بار هم بعد از ورود هواپیماهای بعد از ورود موشک‌های فینیکس. تعاریفی هست از عملیاتایی که انجام شده، حالا کجا رفتن، کدوم هواپیما رو زدن، اینا رو من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون واقعیت زیاد موثق نیست. هر خلبانی داره تعریف میکنه، خود مرادی هم یه چیزایی تعریف کرده، بقیه خلبان‌ها هم تعریف کردن. من نمیدونم چقدرش موثقه چقدرش موثق نیست، بنابراین زیاد نمیخوام وارد اون مقوله بشم. به هر حال از این قضیه که میگذره، یه روزی آقای مرادی میره سراغ آقای دانشی. الان فکر میکنم جفتشون سرهنگ 2 نیرو هوایی شدن. خب دیگه دوستان خیلی صمیمی بودن. مرادی میگه که آقای دانشی، من یه مشکلی دارم، دخترم یک بیماری پیدا کرده که من باید ایشون رو اعزام بکنم به سوئیس و میخواستم که ازت کمک بگیرم. یه قانونی هست توی ارتش، من نمیدونم قانون الان هست یا نه، ولی حداقل در زمان جنگ بوده که خانواده های نیروهای مسلح، خصوصا کسانی که امکانات استراتژیک دارن، فرمانده ناون، فرمانده هواپیما و اینا معمولا اجازه نمیدادن، یعنی ارتش اجازه نمیداد خانواده هاشون از کشور خارج بشن، یا باید یه ضمانتی میذاشتن یا یکی از افسرهای دیگه، یه افسر بالا رتبه میومد ضمانتشون رو میکرد. این میاد میگه که اینطوری یه دخترم و خانومم میخوام بفرستم سوئیس و واسه بیماری دخترم و به کمک احتیاج دارم. خب خلبان دانشی هم که همیشه دوست داشت یه کمکی بکنه به مرادیونه، میگه خب چه کمکی دست من برمیاد؟ میگه هیچی، میخوام شما تضمینی به من بدید توی مثلا سازمان ضد اطلاعات ارتش که این بچهای من برن و کارشون انجام بدن. میگه باشه، این که چیزی نیست، من فردا صبح میرم و این تضمین رو میدم. فردا صبح میره اطلاعات ارتش، پرونده‌ای هم با خودش میبره و میگه پرونده دختر خلبان مرادیه، باید واسه کارهای درمانی از کشور خارج بشه. من هم تایید میکنم، ضمانت ایشون رو میکنم، من هستم، خانواده منم هستن، اینطوری و اونطوری. و خب خلبان مرادی هم خلبان خوشنامی بوده، اونا هم یه بررسی مختصری میکنن و میگن باشه اشکالی نداره، خود مرادی که هست برن مثلا چند ماه کارشون انجام بدن و برگردن. خب ادامه داستان خلبان مرادی رو میذاریم توی پادکست بعدی که دیگه پادکست نهایی داستان خلبان مرادی میشه. تا اینجا رسیدیم. مرادی همسر و فرزندش رو به سوئیس میفرسته و خودش هم که حالا گهگاه میره و از اون فرودگاه اینجلیک این هواپیما رو مسلح میکنه و برمیگرده. اونجا هم گفتیم که به یه چتر اطلاعاتی عراق متاسفانه افتاده. بریم قسمت بعدی ببینیم که تکلیف خلبان مرادی تو این داستان چی قراره بشه.